پایه چهارمضرابی راست چپ راست راست چپ که در میزانبندی ترکیبی مثل 6/19 یا 6/8 قابل استفاده است. مثلا سا 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 و بعد ملودی رو این قرار بگیره. و بعد ما میتونیم تقسیم کنیم روی سیم‌های مختلف هم این پایه قرار بگیره. مثلا سو سو بم سو 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 بم سو سو یا مثلا اولی و سومی نوت بم باشن. و تقسیماتی از این دست میتونیم روی این پایه چهارمضرابی قرار بدیم.